اما اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم نداری پس چیزی که میکنی بکن. این حدیث، این لفظ علماها چه دو وجه دارد معنای این حدیث، دو تفسیر دارد، دو تفسیر دارد. فهمدید؟ دو چی دارد یعنی تفسیر دارد. یکم تفسیر معناش معنای چی؟ معنای امر نه، معنای امر نه، معنای جواز، معنای مشروعیه نه، معنای مشروعیه نه. معنای چی؟ معناش معنای ذم، معنای چی؟ نقد، معنای ذم یعنی معنای نهی معناش میتیاد. یعنی این کار کردگی رسول صلی الله علیه و سلم بد گفته استاده است. یعنی فهمدید یا نه؟ همین تفسیر علماها همین قول میگفتگی با دو به تقسیم شدن، دو به تقسیم شدن. یعنی جنده حوض ظاهریش گریم چی؟ اذا لم تستحی، اگر شرم نداری پس بکن چیزی که میخواهی، یعنی امرش توست. یعنی جنده چیز یعنی معناش به سطر گشتن. اگر تو شرم نباشد حق تو به جاییست که من بسم الله گشتم سطر عورتک شده. فهمدید؟ یعنی ظاهرش، لیکن مراد ظاهر نه اینجنده. یعنی معناش چی گفتیم؟ یعنی یکم جواب چی میگن؟ یعنی معنای امر اینجنده، یعنی امر میشد که اصولنده امر معنای چی میتید؟ الامر الاصل فیه الوجوب، الامر یقتضی الوجوب. و احیانا معنای ندب میتید و احیانا معنای اباحه میتید. طبعا اگر بعد الحذر بیاید معنای چی میتید؟ یعنی اباحه میتید. و احیانا معنای چی میتید؟ معنای وعید و تهدید میتید. معناش امر یعنی معنای چی میتید؟ یعنی وعید، یعنی اگروز، یعنی ترسوندن. الله تعالی میترسوند که یعنی مثل قول الله سبحانه و تعالی سوره چنده؟ نعم قل الحق قل الحق من ربكم هم خلي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. على چیز یعنی کسی که خواهد ایمان بیارد، کسی که خواهد کافر شود، امر کافر شود. یعنی کافر شدن واجب. چی معنای این؟ تهدید کرد الله تعالی اگر کافر شدی حالت چی میشد توی؟ ما برای شما چی تیار کردیم؟ جهنم، دوزخ تیار کردیم شما ها. بیانی فهمدید؟ فهمدید یا نفهمدید؟ یعنی همین چیز. یعنی مثل قول نبی صلی الله علیه وسلم من باع الخمر فلیشقص الخنازیر. یعنی کسی که عرق فروشی کند پس رفته خوگه قصاب گوشت مایده مایده میکرد که خوگه مایده مایده کند. یعنی معناش که اگر عرق که فروختی یعنی فهمدید؟ همین معناش میتید. یعنی معنای حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فالله یجازیک علی هذه سیئه. یعنی اگر شرم نداری، اگر شرم نداری پس چی کاری باشه کن، والله جزات میتید. اگر بی شرم باشه، حیا نداشته باشه، این دنیا کن چی خیلی که بی حیا که بی شرم میتید کن، لیکن الله جزات میتید توی. اگر از جزای الله تعالی نترسی کن. فهمدید یا نفهمدید منوش؟ این یکم جواب. دویم جواب چی گفتن؟ یعنی گفتن که لفظ الامر لیکن معنا المراد به و المراد گفتن به ماذا؟ الخبر. الخبر لفظ چی؟ امر، لیکن معنای خبر. معنای چی بدست؟ یعنی معنای خبر. فهمدید؟ معنای چی؟ خبر. یعنی معناش چی میشد همیننده؟ معناش همین میشد که یعنی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یعنی آدمی که شرم نداشته باشد، شرمش نباشد، یعنی حیاش نباشد و یگان چیز داشته نمیتواند، همه کار میکند و اعوذ بالله، به حیا به شرم میشد. یعنی مثل حیوان میشد. و مثل قول نبی صلی الله علیه وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. فلیتبوا خبر یعنی
معناش چیکار شد یعنی وای جوش از دوزخ گرفت، یعنی خبر امر کرد نه صادق که جوش از دوزخ گرفت، یعنی خبر داده صادق که کسی که حق رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر دروغ گوید وای جوش از کجا میگیرد؟ از جهنم خودش به جا میگیرد. فهمیدید یا نفهمیدید؟ های معنای چه میتید یعنی معنای خبر میتید. معنای چه میداد است یعنی معنای خبر میتید که یعنی اعوذ بالله آدمی که اگر حیا نداشته باشد و یگان چیز داشته نمیتواند. فهمیدید؟ ها همین بیانه چیه گردیم؟ حیا لغتا چی گفتیم؟ یعنی گفتیم که الحیا لغتا تغییر و انکسار یعتری الانسان مما یخاف نعم ما يعاب من الخوف ما يعاب به من الخوف نعم من خوف ما يعاب به من خوف ما يعاب به یعنی یک چی از یک عیب ترسیده چی میکند یعنی خودداری میکند. یعنی حیا هم به اصطلاحا حیای چی گفتیم یعنی خلق یبعث علی اجتناب القبیح و یمنع من التقصیر فی حق ذی الحق. یعنی این حیا همین چیزی که گجاب میبرد انسان گجاب میبرد یعنی از قبیح بدکرداری بدیهای گناه ها باز داشته از چه حق زی حق تقصیر کردن میدارد. از صاحب حقش به تعدی یا که تقصیر کردن چیکار میکند یعنی میدارد. یعنی یک کلانه یک آدم کلان که اومد و چی پیشه شرم داشته و به چی احترام میکنی یعنی حقش باید که جواب بیاره. این چی است؟ حیا است. فهمیدید؟ سونه گفتیم که حیا چی میشد یعنی گفتیم یعنی اصل حیا به چی میشه گفتیم یعنی از اشیای غرائز یعنی غریزه که انسان دلش اند این چیز میشد، دل انسان اند میشد. دل انسان اند چی الله تعالی اینه همراه انسان خلق کرده. لیکن استعمال الحياة على وفق الشرع يحتاج إلى ماذا؟ إلى اكتساب وعلم ونية. يعني گرچند مخلوق آدمان باشد که وای چی وای موافق شرع استعمال کردن چی به محتاج گفتیم؟ کسب، نیت، علم، یعنی اجتهاد و جهاد و سعی و کوشش به محتاج. وای باید که دست بیاری وای حیا. همین چی بده است یعنی حیا. همین بیان اگر همین حیا که نباشد انسان اعوذ بالله چی میشد یعنی وای به یگان چیز وای چی داشته نمیتواند. همین به حدیثند گرفتیم که حدیث ابو هریره حدیث صحیحین انگیده چی الایمان بضع و 60 شعبه اعلاها کلمه لا اله الا الله. یعنی روایت مسلم انگیده اعلاها کلمه لا اله الا الله و انها اماطه عن الطريق اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الایمان. حیا یکی شاخه های ایمان گفتیم یعنی. و حدیث ابن عمر انده اومده گنده رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ابن عمر میگوید که ان رجلا مر برجل نعم فعابه فوعده في حیاء. یعنی معناه في ادب المفرد انده اومدگی که یعنی عاتبه یعنی قال ان الحیاء قد اضر بك. یعنی حیا اینقدر شرم داری تو حتی که حیات به ضرر رسوند که از حقت محروم شدی. یعنی گفتگین در رسول صلی الله علیه و سلم گفت که دعه فان الحیاء من الایمان. من حال خودش بگفت زیرا که حیا از چی است؟ از ایمان است. خلاص اگر از حقش محروم شده باشد به سبب حیا ان شاء الله جنت اند وای بهتر چه مییابد. حیا از چی بده است یعنی از ایمان بده است. یعنی هم به حدیث عمران ابن حسین اند اومده اینده عمران ابن حسین حدیث میگفت الرسول صلی الله علیه و سلم که میگفت که الحیاء كله خیر و فی روایت الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا شرم همش نیک است، همش بهتر است. حیا فقط چی میبیارد؟ خیر میبیارد، برکه میبیارد، نور میبیارد. گفتگینده یکی از کبار تابعین ها، کبار تابعین نامش بشیر ابن نعم بشیر ابن سعد العدوی گفت که إنا نجد في الحكمة إن من الحياء وقارا لله وإن من الحياء سكينة وإن من الحياء ضعف. فقال
عمران رضي الله تعالى عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارضني بكتابك حتى بدأ يلومه يعاتبه قلنا لعمران دعه فإنه ليس به بأس فإنه منا. نگرید یعنی چی گفت حکمت اند بعضی کتابا اومده که حیا چی است، یعنی هر خیلی میشه سکینه وقار یعنی آرامی خلق نیک، لیکن بعضی حیا هایی که چی است ضعیفی هست، ضعف یعنی ضعف ناتوانی عاجزی. عمران غضب کرد که سبحان الله من تو از رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر میگویم تو من به قول رسول الله به حکمت و به کتابای خودت تعارض میکنی؟ ملامتش کرد این چیز. برای همین حیا ضعف ندارد. حیا همه چی است؟ الحیا او گفت کله خیر. حیا کل از الفاظ چی؟ از الفاظ عموم، یعنی عموم همه حیا همه شرم چی بوده است؟ یعنی نیک بوده است، خیر بوده است. یعنی همه حیا چی است؟ یعنی خیر است. برای همین الله سبحانه و تعالی چه یک از صفاتش حی، ان الله حی ستیر یحب الحیاء و الستر. یعنی صفاتهای شرم و این از صفاتهای الله تعالی و الله تعالی برای همین حیا چی دوست می‌دارد. انا برای همین رسول الله عایشه رضی الله عنها حدیث صحیح بخاری اومده اینده چی میگه؟ ان النبي صلی الله علیه و آله و سلم كان اشد حیاء من العذراء في خدرها. ان النبي صلی الله علیه و سلم كان اشد حیاء من العذراء في خدرها. عذراء منید میمانوش؟ عذراء یعنی بکر، دختری که بلاغت برسیدگی. دختری بلاغت برسیدگی تمامش چی میشد؟ تمام حالتش ایستش چی میشد؟ یعنی شرم میشد. و تمام چی میشد؟ یعنی شرم میشد و چینده میشد. و دویم خضر. خضر معنیش میدید می؟ این چیز یعنی یک اطراف خانه به ستر میبندن. یعنی حتی از شرمش پدر و مادرش نگشتن به شرم دارد. و یعنی اصل همین خیر بود یعنی زن ها، لیکن امروز اعوذ بالله عکس. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم از همین دخترهای هم چی سخت‌تر شرم داشتنی. از همین هم چی می‌داشت رسول صلی الله علیه و سلم سخت شرم داشت. یعنی علیه الصلاه و السلام علیه الصلاه و السلام چی می‌کرد؟ یعنی از همین هم چی هم به حیا چی بود است؟ یعنی خیر. حیا همش چی خیر.